بچه‌ها اینجوری رفتارهای جدید رو یاد میگیرن، رفتارهای خوب رو شرطی میکنن و رفتارهای منفی رو هم بازم از طریق همون توجهی که شما بهشون میکنین اون رفتارها رو هم شرطی میکنیم، توشون نگه میداریم. همون که توجه میکنیم، بعضیا اتنشن یا توجه منفی میگیرن بچه‌ها وقتی میبینن ما وقتی میپره بالای میز یا یه چیزی رو پرت میکنه هی همه بهش توجه میکنن نکن. این آروم آروم وقتی میبینه از این طریق توجه دیگران داره جلب میکنه، این یه پترن یا رفتار الگوی نابجایی میشه که همون رو نگه میداره برای اینکه جلب توجه کنه. آدمای بزرگ هم همینطور هستن. وقتی که من یه رفتاری رو میخوام، البته اینو دیگه آگاهانه است، ما با آگاهانه یک رفتار درستی رو توی ذهنمون شرطی بکنیم، رفتاری رو که فکر میکنیم ریسپاند درست باید به ما بده و ما این رفتار رو امتحانش میکنیم تو رابطمون، تو ارتباطمون. یه روز دو روز نیستش، یک رفتار جدیدی رو که ما میخوایم تغییرش بدیم 21 روز باید این رفتار رو انجام بدیم. به چه صورت؟ به این صورت که 21 روز ما یا 3 هفته این رفتار رو ما شروع میکنیم به عنوان یک الگوی رفتاری تمرینش باید بکنیم. یعنی اینجوری نیستش که چون ما رفتارهای شرطی شده قبلی هی میاد جلو، همون رفتار قبلی که حالا من پاسخم خشمی بوده، اگه یک کسی برخلاف میلم حرف میزد من عصبانی میشدم یا پرخوش میکردم یا به هر حال برخورد درستی نشدم. حالا اگر همون الگو رو بخوام تغییرش بدم ممکن بعضی موقع ها برگردم به اون رفتار، اشکال نداره، میتونیم به اون رفتار برگردیم، ولی فقط باید یک آگاهی به خودت بدی، یه هینتی بدی، بگی آهان این رفتاری بود که داری عوضش میکنی یا داری تغییرش میدی و رو رفتار جدید کار بکنیم. رفتار جدیدم انرژی میخواد، نه اینکه انرژی بخواد، ما باید انرژی براش بذاریم، وقت بذاریم، آگاه باشیم، زمان بذاریم. اگه قراره که ما اون رفتار رو بتونیم به صورت الگو در بیاریم، اون موقع هستش که بعد از همون 3 هفته معمولاً یه خورده جا میفته و ما وقتی اون رو تمرینش میکنیم هر وقت رفتارتون رو تونستین تغییر بدین و دیگران تغییرتون رو بگیرن. یعنی اگه آدم اخمویی بودین، همیشه تو رابطه ها آروم بودین، ساکت بودین، دلتون نمیخواست مثلا حرف بزنین، بعد حالا این رفتار محل یه باور محدود کننده است، شروع کنین به اینکه بخواین شروع کنین اجتماعی شدن، با مردم شروع کنین به رابطه ایجاد کردن یا با اطرافیانتون، با نزدیکانتون. اینو وقتی که شروع میکنین ممکن دیگران واقعا بگن این چه تغییر کرده و توجه بکنن. مردم معمولا خجالت میکشن که ای بابا اینا منو به اون رفتار میشناسن، حالا چرا من باید رفتارمو تغییر بدم؟ چرا؟ یا ناخودآگاه هی میخوام برگردم به رفتارهای قبلی چون اون راحت تره دیگه. مثل که مثلا وقتی که شما رانندگی رو بلدین و رانندگی رو خوب میتونین بکنین، اگه بهتون بگم بیا برو مثلا خلبان هواپیما بشو، میری شروع میکنی میگن اینو باید بزنی هوا بیاد، مالا من درست خلبانی رم نمیدونم، ولی به هر حال خیلی دستگاه پیچیده‌ای داره که شما باید همه اینا رو یاد بگیرین و زمان میبره، وقت میبره. وقتی میبینین که خب این خیلی پیچیده است میگه من نمیخوام مثلا خلبانی یاد بگیرم، میرم همون رانندگی خودم میکنم. اینم همونه، رفتار جدیدم همینطوریه، چون یه رفتاری رو شما یاد گرفتین از قبل تو ذهنتون مونده، شرطی شده یا الگو شده. حالا اون رفتار جدید باید بیاد اونو بزنه کنار و این رفتار جدید بیاد، به قول معروف ما میگیم به قول اینجایی میگن کانفرم بشه، ما میگیم ملکه ذهنتون بشه و اینو به عنوان یه رفتار جدید بخواین با خودتون تمرین کنین و تو زندگیتون پیاده بکنین. همه اینا زمان میبره و انرژی میبره و اگر این کار رو انجام بدین تمامش میتونه برای شما موفقیت به وجود بیاره. من واقعا
دوست داشتم که زنگ بزنین و عقاید خودتون رو بگین در مورد این مسائل و سوالاتتون رو مطرح بکنین، چون وقت خوبیه برای اینکه بتونین در این ارتباط سوالای خودتون رو مطرح کنین و حتی میتونین تجربه خودتون رو بگین، ببینین چه تجربی رو داشتین که باید الان بهش پاسخ داده بشه. مسئله خیلی مهمتری که باز در رابطه میتونیم بگیم یک کلیده، غیر از تغییر رفتاری که اینو الگو رو باید همه جا به کار ببرین، تو خونه، تو بیرون، دیگه یاد بگیرین. اینو بهش میگن در لحظه حاضر باشیم. ما نمیتونیم اتوماتیک همش فکرهای دیگه بکنیم و یادمون بره که رفتار قدیمی رو هی بخوایم تکرار بکنیم، چون اگر در لحظه نباشیم یادمون میره رفتار جدید رو تجربه کنیم. پس باید یادمون باشه که رفتار جدید رو ترای بکنیم، تجربه بکنیم و توی زندگیمون بیاریم. غیر از رفتارهایی که گفتم باید تغییر بدیم و رفتارهای جدید هستش، یک مسئله دیگه هم که خیلی مهمه اینه که ما یاد بگیریم که تفکرمون رو به چه سمتی متمایلش بکنیم. چون اگر ما اجازه بدیم که فکر ما خودش واسه خودش هر جایی میخواد بره، اشکال به وجود میاد. باید اینو با ذهنمون کار بکنیم. همه اینا زمان میبره و همه اینا انرژی و وقت میبره. ما اگر بخوایم موفق باشیم، شاد باشیم و خلاقیت رو بیاریم، رابطمون رو با دیگران خوب بکنیم، اگه بخوایم افسردگی، اضطراب و ترس و تنبلی و تمام این چیزایی که میتونه سد راه ما باشه، ما بخوایم اینا رو همه رو از بین ببریم، باید یاد بگیریم که اول یاد بگیریم تفکرمون رو کنترل بکنیم. تا موقعی که من نتونم تفکر خودم رو کنترل کنم، نمیتونم. اجازه بده. بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم. خوب هستید؟ ممنونم. خانم دکتر، من می‌خواستم ازتون سوال کنم که من قبلا هم زنگ زده بودم درباره کتاب The Secret رازها صحبت کرده بودم فکر کنم با شما. بله بله. میخواستم ببینم شما اگه عقاید و حرفای دیگران چجوری میتونه شما تاثیر نذاره، مثلا از نظر منفیش، که مثلا شما موضوع ناراحتتون نکنه، مثلا حرف یه نفر ناراحتتون، چجوری خودتون؟ خب چه حرفی شما رو ناراحت میکنه؟ ببینید، باید ببینید که همه حرفای دیگران که شما رو ناراحت نمیکنه، چه حرفی شما رو ناراحت میکنه؟ مثلا من با دوست پسرم، مثلا اگه دوست پسر من به من بگه که اوکی، مثلا میدونه من از یه مثلا چیزایی ناراحت میشم، به من میگه، من نمیدونم مخصوصا میگه یا مثلا بخواد ببینه من عکس‌العمل چجوری نشون میدم، مثلا میگه که من دارم میرم فلان جا، میدونه من بدم میاد ولی بازم میگه، بعد من اون وقت تو خودمو میخورم. خب ببین، هر وقت که من دکمه داشته باشم، دکمه یعنی چی؟ یعنی که یه کسی بدونه که من چه چیزی ناراحتم میکنه، چه حرکتی منو آزار میده، به دیگران پیغامشو بدیم. همه آدما منیپولیت میکنن، یعنی همه آدما که اطراف ما هستن بخوان ما رو اذیت کنن، نه که همه آدما ما رو اذیت کنن. هر کسی که بخواد که منو یه جوری اذیت بکنه، اگر بدونه من از چه چیزی ناراحت میشم، دکمه منو بدون کدومه و فشار بده، میدونه که من یه دفعه آنتنم به قول معروف میره بالا و شروع میکنم خشم میشم. حالا بعد وقتی یاد بگیریم که دکمه نداشته باشیم، چطوریه که حرف حالا میخواد بره فلان جا، خب برو خوش بگذره، 4 دفعه که اینطوری برخورد کنید دیگه، اونم ببینید اینا رو بهش میگن negative reinforcement. یعنی اگر 5 دفعه بگه میخوام اینجا برم و شما بگه خب ان شاءالله خوش بگذره،
برو منم برات آرزو میکنم مثلا شب خوبی یا روز خوبی داشته باشی. وقتی که برخوردهای شما رو اینجوری ببینه، اینا رو باید تمرین بکنین. هر وقت که ما حساسیم، زود عصب بهمون بر میخوره و یک چیزایی رو واسه خودمون الگو میکنیم که ناراحت بشیم، دیگران هم میفهمن و اونا رو همونو فشارمون میدن. درسته. بعد اون وقت مثلا من همیشه از ترس اینکه مثلا یک کسی رو از دست بدم، همیشه این ترس تو وجودم هست. نمیدونم چجوری با این دیل کنم. خب بعد